دوستای عزیز سلام. مضمون معلوماتی امروز ما در مورد محافظت از اطفال می باشد. خانه خود را یک محل محفوظی برای اطفال کوچک بسازید. سالانه 500 طفل ناشی بر حادثات در خانه جان خود را از دست می دهند. اگر بتوانیم که از خطرات در منزل یا خانه خود آگاه باشیم، می توانیم که از بسیاری حادثات جلوگیری کنیم. انواعی از حادثات: اول، غرق شدن. دوم، سوختگی. سوم، زهریات. چهارم، برق. تشناب جانشویی یا حمام می تواند که یک جای پر از خطر باشد. اطفال در تب آب بسیار خوش می باشند، مگر آنها به بسیار آسانی لغزیده و صرف در یک چند سانتی متر آب غرق می شوند. هرگز نباید اطفال را در آب تنها گذاشت، حتی برای یک چند لحظه‌ای که تلفن را جواب می دهید. چیزهایی را که می توانید انجام بدهید تا تشناب یا حمام را برای اطفال خود محفوظتر بسازید: برای داخل تب از فرش‌های رابری که بالای آن نمی تواند لغزید بگیرید. دروازه تشناب را همیشه محکم ببندید. غرق شدن در بیرون. در هوای گرم اطفال علاقه دارند تا در بین آب بازی و ساتیری کنند. همیشه آنها را تحت نظر باید داشت. چیزهایی که می توان انجام داد تا از غرق شدن در بیرون جلوگیری شود: حوضهای سیار همیشه بعد از استفاده کردن باید خالی شود. چهاردوبر حوضهای خانه باید همیشه پنجره گرفتگی باشد. نزدیک پنجره چیزی را نگذارید که اطفال بتوانند بالای آن بالا شوند. متوجه باشید تا اطفالتان آبازی را بیاموزند. غرق شدن در بحر. هر سال اطفال زیادی در بحر غرق می شوند که بیشتر آنها از خانواده های مهاجرین می باشند. همیشه در جاهای آبازی کنید که در آنجا لایف سیورز یا محافظین حیات موجود باشند. در بین بیرق‌های سرخ و زرد آبازی کنید. این جاهایی است که محافظین حیات یا لایف سیورز در آنجا وظیفه دارند. سوختگی ها. 38% از سوختگی ها توسط چای یا کافی که بزرگسالان در جای دسترسی اطفال میگذارند اتفاق میافتد. چاینک های چای و چاینک های برقی را همیشه از دسترسی اطفال دور بگذارید. متوجه باشید که لین های برق آویزان نباشند. دسته های کرایی را همیشه به طرف داخل قرار بدهید. چهاردوبر بخاری ها را پنجره بگذارید. از لباس های خواب که آتش نمی گیرند و به اندازه جان برابر باشند استفاده کنید. حرارت آب گرم را به 50 درجه سانتیگراد عیار نمایید. این اندازه ای است که برای حمام گرفتن کافی گرم است، مگر اطفال را نمی تواند بسوزد. اندازه حرارت آب تب را با آرنج خود معلوم کنید. متوجه باشید که اطفال شیردان آب گرم را باز کردن نتوانند. می توانید از سامانهای مخصوصی که برای شیردان ها آماده شده خریداری نمایید و یا هم از قوطی های پلاستیکی شیر خودتان آماده بسازید. جای سوختگی را در زیر آب روان سرد برای 10 تا 15 دقیقه قرار بدهید. از جای سوختگی لباس را آهسته بکشید اگر به پوست چسبیده نباشد. اگر جای سوختگی از اندازه 1 سانتی بزرگتر باشد به دکتر مراجعه کنید. برای سوختگی های عمیق به آمبولانس زنگ بزنید. نمبر آمبولانس 000.
اطفال در ساکت های برقی چیزی را داخل نموده که باعث برق گرفتگی می شود. سویچ های برقی را همیشه بعد از استفاده گل نمایید. برای ساکت های برقی از پلک های محافظوی خریداری نمایید. در یک سه ساکته از چندین ساکت استفاده ننمایید که این باعث آتش گرفتن می شود. سامانالات برقی را مثل میخشکان از آب دور نگه دارید. زهریات موادهای پاک کن همیشه باید در الماری های بلند از دسترسی اطفال دور نگه داشته شود. هیچ وقت مواد پاک کن را در بوتل های خالی نوشابه نیندازید. برای الماری قفل بخرید. ادویجات زهرناک ادویجات زهرناک را در الماری های بلند از دسترسی اطفال دور نگه دارید. دواهایی که از طریق نسخه خریداری می شود باید تنها توسط کسی که نسخه به نامش است استفاده شود. دواهای بازمانده که از طریق نسخه گرفته شده است باید دور انداخته شود. اگر طفل زهر خورده باشد باید عاجل به مرکز معلوماتی زهریات زنگ زده شود که شماره آن 13 11 26 می باشد و یا هم به تیز یا مرکز ترجمان ها زنگ زده شود که شماره آن 13 14 50 می باشد و اگر می توانید که کمک اولیه را تطبیق کنید لطفاً تطبیق نمایید. برای پلیس، امبولانس و اطفایه به شماره 30 زنگ بزنید. آنها از شما سوال خواهند نمود. What services do you need؟ یعنی به کدام خدمات ضرورت دارید؟ شما بگویید مثلا امبولانس. آنها آدرس شما را خواهند پرسید و میپرسند که مسئله یا مشکل چی است. هیچ وقت شما خودتان گوشی را نگذارید پیش از اینکه آنها بگذارند. شاید آنها در همان جریانی که به امبولانس، اطفایه و یا پلیس منتظر هستید با شما بگوید که چی کنید. اگر شما انگلیسی صحبت کرده نمی توانید، وقتی که 30 را دایر کردید لسان را که حرف میزنید نام بگیرید. گوشی را نگذارید، آنها با ترجمان در تماس می شوند. و یا هم کسی را زنگ بزنید که لسان شما و انگلیسی را می فهمد و می توانند که شما را کمک کنند.